درود بر شما داوطلبان عزیز کنکوری و شرکت کنندگان امتحان نهایی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من دکتر کیا هستم، دبیر زیست و در این نوبت دیماه 1402 نمونه سالش رو میخوایم با هم حل کنیم و پرقدرت این مجموعه 9 ویدیویی رو با هم دیگه به اتمام برسونیم. ویدیوهای قبلی رو اگر ندیدید حتما برید ببینید، نکات مهم و خوبی توش گفتم. ایراد و مشکل، ابهام، سوال، چیزی در مورد مطالبی که توی امتحان میاد یا کنکور یا هر چیزی میتونید زیر کامنت ها سوال بپرسید و حتما جواب میدم. خب، درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. در هر یک از اجزای فامتن‌های کروموزوم های یوکاریوتی. خب، هر موقع سوال سلولی میادش اول یوکاریوت پروکاریوتش رو چک میکنیم، بعد میگیم خب فامتنی که داره اجزایی که داخلش قرار داره چیه؟ هم دی ان ای داره، هم به اصطلاح پروتئین. حالا در دی ان ای و پروتئین شما در هر دو جزءش هم پیوند اشتراکی میبینید، هم پیوند هیدروژنی میبینید. اشتراکی که کلا اساس پیوندهای بین مولکول هاست، هیدروژنی هم بر اساس ساختارهای سه‌بعدی که درست میشه، چه در دی ان ای چه در ساختار دوم پروتئین ها شما پیوند هیدروژنی رو میدیدید. ب. نوعی نوکلئیک اسید میتواند در برخی از فرآیندهای سوخت و ساز یافته‌ای انرژی فعالسازی رو کاهش دهد. شما باید ترجمه کنید بچه‌ها، انرژی فعالسازی کاهش یعنی آنزیم باشه. حالا نوعی نوکلئیک اسید باشه، چیه که از نوکلئیک اسید میتونه نقش آنزیمی رو در برخی واکنش داشته باشه؟ اون چیزی نیست جز رنا، یا همون مثالی که معروفتر RNA رو میتونید تو ذهنتون بیارید. در تک یافته‌ای ها تشکیل رنای بالغ بعد از فرآیند رونویسی انجام می شود. اینکه اینجوری به شکل کلی داره میگه همه تک یافته‌ای‌ها، بازم چون بحث جاندارشناسی و سلوله، حواستون باشه که پروکاریوت اصلا بالغ شدن و اینا رو نداره، بنابراین این جمله غلطه، چون خیلی کلی به کار برده، گفته در تک یافته‌ای‌ها، وقتی هیچی نگفته انگار داره میگه تو همشون. خب بس اگه چیزی نگفتش حواستون باشه منظور از قیدش قید همه هستش، بنابراین این جمله غلط هستش. بالغ شدن و حذف رونوشت میانه، دقت کنید خود میانه حذف نمیشه، رونوشتش حذف میشه. این در فرایند پس از رونویسی داخل یوکاریوت ها میبینیم. مثلا اگه میگفت در تک یاخته ای مثل اوگلنا، مثل عامل مولد مالاریا، خب هر کدوم از اینا رو میگفت باید یاد بگیرید که اینا چون جزء دسته آغازیانن یوکاریوتن و اون سناریوهای مربوط به یوکاریوت، مثلا عوامل رونویسی، چه میدونم اینترون، اگزون، اینا رو میتونیم توشون ببینیم. در یک مرد درگیر با فقدان عامل انعقادی 8 قطعاً بر روی فامتن جنسیش علل نهفته وجود دارد. خب طرف مشکل داره، ایکس ایگرگ و اچ کوچیکو داره، میگه بر روی نوعی فامتنش علل نهفته رو قطعاً داره. خب اگه دقت کنید میبینید که حتما رو ایکسش باید این اچ کوچیک وجود داشته باشه، اما اگه میگه بر روی تمام فامتنهای جنسیش این علل رو داره، ایگرگ علل و جایگاهی مربوط به عامل انعقادی 8 نداره. حواستون باشه به کروموزوم ایکس و ایگرگ. اگر جهش در ژن آنزیمی در جای دور از جایگاه فعال، احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است. اینکه اینجوری میگه اگر اینجوری باشه اینجوری است، داره قطعی نتیجه گیری میکنه. بچه ها دقت کنید، داره میگه که حتما اگه دور باشه احتمال تغییر کم یا صفره، در حالی که ما میدونیم اگه تاثیر بذاره رو جایگاه فعال میتونه عملکردش رو خیلی شدید هم تغییر بده. پس باید ببینیم روی جایگاه فعال اثر گذار هست یا نه، بعد میتونیم نظر بدیم. اینکه اینجوری بیاد همینجوری نسخه بپیچه قابل قبول نیست. جیم، تنها ترکیب کربندار و بدون فسفات تولید شده در گلیکولیز پیروات است. خب همه اونای دیگه ای که داخلش میبینیم از NADH و ATP و ADP گرفته که فسفات دارن، تا قند فسفاته و دو فسفاته و اینها، تک فسفاته و دو فسفاته، این همه فسفاتو دارن. شاید سوال براتون پیش بیاد آقا اون گلوکوزی که اول ماجرا کارو شروع میکنه اون چی؟ اون که فسفات نداره. خوب جمله رو بخونید، گفته تولید شده باشه ترکیب کربندار در گلیکولیز. گلوکوز وارد گلیکولیز شده، در گلیکولیز تولید نشده که، پس پیروواتی که تولید شده و تنها مولکولی هم هستش که تولیدیه و بدون فسفات، پس این صحیحه. چه عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند نسبت به کربن در CO2 افزایش یافته است؟ خب وقتی صحبت از عدد اکسایش میشه، بحث قند و CO2 رو مقایسه میکنه، یعنی فتوسنتز. ما از CO2 به قند رسیدیم. حالا در مورد این
مولکول قندی که به وجود اومده، ما قبلش به اون اسیدی که داشتیم میخواستیم تبدیلش کنیم به قند الکترون دادیم، پس عدد اکسیدیشش باید بگیم چی شده؟ کاهش پیدا کرده نه افزایش، چون ما به اون اسیده الکترون میدیم که بشه قند. خب کربنی که تو اسیده با کربنی که قنده، اگه ما به این الکترون داده باشیم عدد اکسیدیش با الکترون بار منفی وقتی دریافت میکنه عدد اکسیدیش کاهش پیدا میکنه. اوکی، اینم میشه کاهش یافتن. خب پس مورد چه هم نادرست بودش و فقط بعضی از موشهای برگبر کارگر برگ‌ها رو به لانه حمل میکنن. صحیحه بچه‌ها. اگه بحث کارگر مطرح شد میتونه کارگر نگهبان باشه، میتونه کارگر حمل کننده باشه. اینو تو ذهنتون باشه که حمل کننده ها اندازهشون بزرگتره، نگهبان ها اندازه کوچیک‌تر دارن. سوال 2 جای خالی. باز هم از نشانه های توی جمله استفاده کنیم تا کلمه اشتباهی ننویسیم. عامل ایجاد ویژگی منحصر به فرد آمینو اسید در تشکیل ساختار جای خالی پروتئین نقش مهمی دارد. اول باید ترجمه کنیم منظورش از این قسمت چیه. چه چیزی ویژگی منحصر به فرد آمینو اسید ایجاد میکنه؟ آر. تو جا خالی ننویسی آرا. داره حالا فاعل جملت آره، میگه آر در تشکیل ساختار چندم نقش مهمی داره. میدونید که برهم کنش‌های آبگوریز مربوط به ساختار سومه که بحث آر آمینو اسیدها هستش که داره به هم واکنش میده. به پیوند هیدروژنی بین رنای تازه ساخت و رشته الگو در مرحله جای خالی رو شکسته نمیشه. تو تعبیر شدن که داره میافته بیرون از حباب تو رونویسی، تو پایان هم که کلا باید جداش بکنیم. فقط آغازه که ما شکست پیوند هیدروژنی رو نداریم. اینم تو ذهنمون داشته باشیم. خب بعدی در رنگ نوعی ذرت رخ نمودی که بیشترین فراوانی رو داره، یعنی وسط طیفه 3 تا علل بارز داره. جای خالی عدد دگره بارز در ژن نموداش داره 3 عدد. اینم تکلیفش روشن شد. بعدی در ارتباط با سازوکار گونه‌زایی، کدوم گونه‌زایی تدریجی اتفاق میفته، یه دفعه‌ای نیست. بچا جهشایی که در توی یک نسل اتفاق میفتن یه دفعه‌ای ان، ولی اونی که باید زمان بگذره، انتخاب طبیعی وارد عمل بشه، شارش و رانش و اینا بیاد وسط، نوع ترکیبی، جهش، این داستانا روند طولانی تری رو باید طی بکنه. پس این گونه‌زایی دگر میهنی هستش. بریم بعدی. بر اساس مطالب کتاب درسی، باکتری فتوسنتز کننده‌ای به نام جای خالی آخرین پذیرنده الکترون در تنفس هوازی. باز ببین میگه ترجمه کن. آخرین پذیرنده در تنفس هوازی کیه؟ O2. مادر الکترون در تنفس هوازی O2 که تبدیل به O دوبار منفی میشه. حالا میگه کدوم باکتریه که این O2 رو تولید میکنه؟ خب باید آب مصرف کنه. تنها باکتری که شما شناختید که آب مصرف میکنه و O2 تولید میکنه سیانوباکتری هستش. بچا برخلاف تصور که فکر میکنیم گیاها خیلی هوا رو تمیز میکنن، اتفاقا جو اتمسفر کره زمین بیشتر توسط جانداران آبزی از جمله جلبک‌ها و باکتری‌های تک سلولی فتوسنتز کننده هستش که داره اکسیژنش تامین میشه. جیم مجموعه تدابیر، مقررات، روش برای تضمین بهره برداری. تعریفش هم حفظ کنید. ممکنه بگه ایمنی زیستی رو تعریف کنید. این داستان ایمنی زیستی تعریفش تدبیر رو بنویس، مقررات رو بنویس، روش رو بنویس، تضمین بهره برداری هم بنویس، احتمالاً 1 نمره بشه. خب البته برای اینکه تنوع سوال رو حفظ کنن معمولا تعریفی اینقدر طولانی نمیدن. خب 3. برای کامل کردن هر یک از عبارات بین پرانتز انتخاب کنید. نوکلئوتید آزاد در دارای قند ریبوز و باز سیتوزین با اونی که دئوکسی و باز سیتوزینه، یعنی بازا مشابه است. هر دوتاشون هم آزادن، احتمالاً از نظر فسفات هم میخواد یکی بگیریشون. حالا میگه مقایسه قندشون با توجه به اینکه این دئوکسیه یه اکسیژن کمتر داره سبک‌تره، حالا اونی که ریبوزه سنگین‌تر میشه. اوکی؟ پس وزن رو بر اساس تعداد اتم ها میتونیم نظر بدیم، یا مثلا ببینیم ایزوتوپ مثلا چندم نیتروژن N15 مسلما نسبت به N14 سنگین‌تر بود دیگه. این داستان وزنا رو بلد باشید. بعدی پروتئین جای خالی به گلجی بره. اگه ترشحی بود بره گلجی. خب عوامل رو نویسی توی هسته کار میکنه ولی انسانی میخواد بیاد تو خون، پس چون ترشحیه به گلجی باید بره تو سلول جزایر لانگرهانس پانکراس. بعدی در صورتی که البته دقت کنید زنجیره سی رو از پیش انسولین هضم میکنه، فعالش میکنه، بعد ترشحش میکنه، یعنی انسولین به شکل فعال وارد خون میشه. این هم تو ذهنتون باشه. این همون کاری بود که باکتری بلد نبود انجام بده. در صورتی که بین دو دگره رابطه بارز نهفته وجود داشته باشد، رخ نمودها خب بارز نهفته باشه، مثلا سری میاریم آقا ارهاش دی بزرگ دی بزرگ دی بزرگ دی کوچیک دی کوچیک دی کوچیک. خب این منفیه، این مثبته، اینم مثبته. ما 2 مدل الان گروه خونی داریم، مثبت و منفی، ولی 3 مدل ژنوتیپ داریم. پس رخ نمودامون
کمتر از ژنوتیپمون خواهد بود. اینم از این. در حالی که هر چیزی غیر از بارز نهفته باشه، چه همتوان چه بارزیت ناقص، تعداد ژنوتیپ با فنوتیپ برابر خواهد بود. مثلا گل میمونی دقیقاً از رو ژنوتیپش میتونی فنوتیپش رو تعیین کنی، یا از رو فنوتیپش میتونی سریع ژنوتیپش رو بگی. در ارتباط کمخونی داسی در کدوم رشته تی اومده به جای آ؟ بچه‌ها ببینید CTT شده CAT. الان اینجا توی رشته این که رمز هستش میشه رشته الگو. اوکی؟ تو رشته الگو چی به جای چی اومده؟ A به جای تی اومده. این میگه تی به جای A اومده، خب میشه مقابلش دیگه، یعنی مکمل الگو. اسم دیگه مکمل الگو چیه؟ رمزگذار. سوال خوبی بود. بعدی، با ایجاد الکترون برانگیخته در سبزینه A تو مرکز فوتوسیستم انتقال الکترون داره بچه. آنتن انرژی مرکز الکترون، این هم یادمون باشه. خب بریم بعدی. جیم، در برگ گیاه دولپه آونده آبکش بچه، آبکش A داره پس میفته پایین، به رو پوست زیری نزدیک تره، درسته؟ آبکش A داره پایینه. چوبی، چوب بالا، چوب بالا. اوکی. نرده‌ای و اسفنجی هم یادمونه، اسفنجی A داره سطح پایینی قرار میگیره، نرده‌ای A داره تو سطح بالایی قرار میگیره، البته به شرطی که نرده‌ای وجود داشته باشه، یعنی گیاهمون دو لپه باشه. چه در یک دوره کاهش فعالیته که قبلش جونور مقدار زیادی غذا باید بخوره، خواب زمستونیه. تو رکود تابستانی آب و غذای کافی هم بهش میدادیم، باز میرفت تو فاز همون لش کردن ها. در رفتار، این نشون میداد که غریزی بود اون رفتار. در رفتار دگرخواهی کیا جانوران با یکدیگر گروه همکاری تشکیل میدن؟ خب معلومه دیگه، خفاشای خوناشام. اینم از، البته نه، فکر کنم یه نکته‌ای داشته این، دقت بکنید. من حس میکنم که بحث همکاری بین نگهبان‌ها هم هست و البته همه اینا هم یک نوع رفتار دگرخواهی حساب میشه. بهتر بودش سوال جور دیگه ای طرح میکردش، قشنگتر میشده، چون چه دمعسایی چه خوناشام دارن دگرخواهی رو انجام میدن. خوناشام ها با بقیه میتونه خویشاوندم نباشه، ولی دمعسایی حتما باید خویشاوندش باشه. به هر حال نگهبان هم گروه هم، ولی اون چیزی که دیگه مستقیم تو متن کتاب اومده رو ما انتخاب میکنیم تو اولویت. اینم از این. بعدی، در دو انتهای یک رشته پلی‌پپتید چه گروه‌هایی وجود داره؟ از این ساده‌تر نمیشد. آمین و کربوکسیل. حالا اگه بگه سر کدومه میگیم آمین، ته کدومه کربوکسیل. یاد کوه بیفتی، در انتهای پلی‌پپتید به کوه میرسیم. کوه‌ها اون دوردست‌ها قرار گرفتن. خب سال 5 شکل. در این شکل چند نقطه آغاز میبینیم؟ سلول پروکاریوت یک نقطه آغاز اینجا دیده میشه. کدوم آنزیم در این فرآیند بیش از یک فعالیت انجام میده؟ هلیکاز یا دنابسپارات؟ اونی که میتونه ویرایش هم انجام بده دنابسپارازه. چه پروکاریوت چه یوکاریوت هر دو دنابسپاراز این قابلیت رو داره. جدول مقایسه کنیم بین همانندسازی و رونویسی. نام آنزیمی که پیوند هیدروژنی رو میشکنه تو همانندسازی که هلیکازه، فقط هم همین کارو میکنه. تو رونویسی رنابسپارازه که میتونه هم هیدروژنی بشکنه هم فسفودیس تشکیل بده. تعداد دفعات انجام در هر چرخه، با توجه به اینکه میگه رونویسی میتونه بارها انجام بشه، همانندسازی یک بار باید انجام بشه، البته مشروط به اینکه اون سلول قابلیت تقسیم داشته باشه. در هر سلولی نه. اینم از این. مثلا یه سلولی که مثل ماهیچه، مثل نورون ندرتا تقسیم میشه، تقسیم نمیشن به طور کلی، نمیتونیم بگیم اصلا همانندسازی دی ان ای داره توشون اتفاق میفته یا نه. اگر هم همانندسازی دی ان ای هسته‌ای منظورمه، اگر هم منظورشون همانندسازی دی ان ای میتوکندری باشه که اون میتونه بسته به نیاز سلول در یک چرخه چند بار اتفاق بیفته. سوال ابهام داره بچه‌ها، باید میگفت همانندسازی دی ان ای هسته یا دی ان ای اندامکی مثل میتوکندری یا پلاست. سوال بعدی، دقت کنید زیرش هم خط کشیده. جانور، انواع آنزیم رونویسی کننده، ژنای سازنده این عامل. خب این عامل چیه؟ رناتن. از چی تشکیل شده؟ رنای رناتنی، RNA و خب پروتئین رناتنی. برای RNA آنزیم رنابسپاراز یک وارد عمل میشه. برای پروتئین چون ما mRNA میخوایم، خود اون M رو باید رنابسپاراز 2 عملا ژنش رو نویسی بکنه. پس شما باید بنویسید رنابسپاراز 2 و رنابسپاراز 1. اسم رنابسپارازش هم بنویسید، نگید 1 و 2 فقط. رنابسپاراز هر کی ننویسه خودش
همین یه امتیاز 25 صدمی کم میکنه ازش. خب این عامل در درون کدام اندامک این یاخته ها نیز دیده می شود؟ خب با توجه به اینکه جانوریه باید بگید میتوکندری. اگه پلاست بنویسی نمره رو نمیده بهت، دقت کنید. پس حواستون باشه که اشتباها پلاست ننویسید چون سلول جانوریه. حالا اگه سلول مثلا گیاهی گفت، درخت گیسو رو مثلا مثال زد، آناناس، چه میدونم گل رز و این داستانا، شما چیکار میکنید؟ با توجه به بارون بندی 2 تا اندامک رو میخواد، هم میتوکندری رو می‌نویسی هم پلاست رو می‌نویسی. سوال 8 در ارتباط با تنظیم بیان ژن در پرو و یو در صورت تغییر قند از مالتوز به لاکتوز، خب شرایط خوب نیست، لاکتوز منفیه. کدوم پروتئین تنظیمی باید تغییر شکل بده تا بتونیم از لاکتوز استفاده کنیم؟ مسلما مهار کننده باید از اپراتور جدا بشه، چون دیگه ما به جز لاکتوز چیز دیگه نداریم، مجبوریم بتونیم از لاکتوز استفاده بکنیم، یعنی باکتری مجبوره دیگه. بعدی میگه که در یوکاریوتا پروتئین هایی میتوانند به رنابسپاروس کمک کنند تا رونویسی رو آغاز کنه. خب منظورش عوامل رونویسیه، نگفته این پروتئین ها رو نام ببرید، گفته به کدوم بخش های دنا متصل میشن. یکیش که راه انداز معروفه، باید این اتفاق بیفته. دومیش هم اگه لازم باشه در شرایطی به افزاینده وصل میشه تا سرعت رو بالا ببره. پس این هم شد داستان افزاینده و اون داستان خمیدگی که ایجاد میشد مخصوص یوکاریوته. سوال 9 پدر مادر هر دو خالصن برای هر دو گروه خونی مادر آ مثبت آ دی بزرگ دی بزرگ، پدر بی منفی ب دی کوچیک دی کوچیک. ژن نمود مادر رو بنویسید، نوشتید. اوکی. البته گفته از نظر ارهاش، شما فقط می‌نویسید دی بزرگ چون سوال گفته بود خالصه. بعدی میگه 2 گروه خونی آب او و ارهاش دختر خانواده رو بنویسید. خب از نظر آب او طرف 100% آب است، یه آ از مادر گرفته، یه ب از پدر، هیچ حالت دیگه ای نداره. از نظر ارهاش هم یه دی بزرگ از مادر گرفته، یه دی کوچیک از پدرش گرفته. چون ژن نمود خواسته همینو بنویسید کفایت میکنه. اگه رخ نمودم میخواست میگه گروه خونی آبه و مثبت. اگرم میگفت شبیه کدوم یک از والدینه، میگفتی شبیه مادرشه. از نظر ارهاش مثلا شبیه مادرشه، مثبته. از نظر آب او شبیه کدوم والدشه؟ هیچ کدوم. بنابراین چنین دختری یک ژنوتیپ جدید و متفاوت با والدین داره. میتونن امسال اینو سوال بدن، بگن که آقا شباهت یا تفاوت با والدین رو بهش توجه کنید. خب دقت کنید، میتونن از رابطه همتوانی و اینا هم سوال بپرسن، بگن که آیا این فرد مثلا میشه با ژنوتیپش رابطه بررسی ژنوتیپ و فنوتیپش رابطه همتوانی رو دید؟ میگی بله چون آبه داره. رابطه بارز نهفتر هم میشه دید؟ بله چون دی بزرگی کوچیکه دیگه. آیا این پدر و مادر میتونن صاحب فرزند منفی بشن؟ چون مادر خالص و دی بزرگی حتما بچه دی بزرگ رو دریافت میکنه، بنابراین امکان نداره منفی بشه. خیر، حتما مثبته. حالا چه جور مثبتیه؟ با توجه به اینکه باباشم فقط دی کوچیک داره بهش بده، حتما بچه یک مثبت ناخالص خواهد بود. ممکنه سوال بپرسه، میگه آیا امکان تولد فرزند با گروه خونی ارهاش مثبت و ناخالص امکان پذیره؟ مثبت و خالص امکان پذیره؟ شما میگی نه، مثبت میتونه بشه ولی چون خالص نمیتونه به دنیا بیاد از نظر ارهاش، پس چنین چیزی هم ممکن نیست. این احتمالات حتما سواله و بهش توجه کنید. خب بریم سوال بعدی. طبق کتاب درسی عوارض بعضی بیماری ژنی مانند فنیلکتونوری رو چگونه، سوالات چگونه و چرا کامل توضیح بدید که امتیازی از دست ندید. میگیم که چجوری میتونیم اینو مهار بکنیم. بچه دقت کنیم، مهار، کنترل یا پیشگیریه، بحث درمان نیستش. من اینجا یه درمان بنویسم، روش زبدر بزنم که شما تو صحیح غلط یا جای دیگه یا بین دو گزینه‌هایی که تو پرانتز میذاره سوتی ندید. خب حالا چگونه میتونیم مهارش بکنیم؟ میگیم که میایم تغییر عوامل محیطی میدیم، عوارض بیماری ژنی رو مهار میکنیم با تغییر عوامل محیطی. حالا مثال هم میتونی بزنیم، مثلا تغذیه، تغییر عوامل محیطی مثل رژیم غذایی. حالا شما هم بنویس مثلا مثل رژیم غذایی مربوطه، حالا بنویس رژیم غذاییش هم چجوری باشه، مثلا کامل بنویس دیگه، رژیم غذایی کم فنیل آلانین یا بدون فنیل آلانین. 2 سازوکار نام ببرید. با وجود انتخاب طبیعی در جمعیتی که تولید مثل جنسی داره تداوم و حفظ بکنن.
خب میگیم که میتونیم تو گامتا گوناگونی ایجاد کنیم، گوناگونی اللی یا دگره‌ای در گامت. میتونیم با کراسینگ اوور نوترکیبی ایجاد کنیم. پس بنویسید نوترکیبی، اگه گفت با چه مثلا سازوکاری نوترکیبی طی کراس یا چلیپایی شدن. دو مورد خاصه، حالا ما مورد سوم هم می‌نویسیم. اهمیت ناخالصا، یعنی وقتی ناخالص یه جایی اهمیت پیدا میکنه، اون عللی که علل بیماری بود حالا یه چیز مفید و مثبت برای اون فرد و جمعیت تلقی میشه. بنابراین وقتی باعث بشه ناخالصا بقاشون بیشتر بشه، یعنی علل‌های بیشتری در این جمعیت داره میمونه. ناخالص دو نوع علل داره ولی خالص یه نوع علل. حالا که ناخالص بیشتر میمونه، میگیم که تداوم، یعنی اون دوتا علل متفاوتی که داره تداوم گوناگونی رو تو جمعیت داره برای ما حفظ میکنه. خب سوال بعدی نوع جهش ها رو داره بررسی میکنه. با توجه به شکل میگه توالی طبیعیه، جهش یافته دادم، رنای فیک دادم، پروتئین هم دادم بهم. نوع جهش جانشینیش رو مشخص کنیم. خب میگه که تی به جای سی اومده، یعنی الان اینجا تی که قرار گرفته، دقت بکنید اینجا یه دونه سی بوده و جاش تی اومده. ببینیم تأثیر خودش رو در آمینو اسید چجوری داده. گلایسین باید میشده، شده سرین. آقا من اسم اینا رو بلد نیستم که. آقا سه حرفی انگلیسیش عوض شده، یعنی نوع آمینو اسید تغییر کرده دیگه. میشه چی؟ دگر معنا. خب بعدی، در چه صورت میتونیم طول رشته پلی‌پپتیدی رو افزایش بدیم؟ دقت بکنید اون جایی که یه استاپی میبینم UAA، اگه من بتونم در رمز مربوط به کدون استاپ یا پایان تغییر ایجاد کنم که اون رو به یک آمینو اسید تبدیل کنه، میتونم طول رو افزایش بدم. یعنی دیگه اونجا تموم نمیشه، همجور ادامه پیدا میکنه بره تا جای یا حالا استاپ بعدی یا تا آخر رشته mRNA بره. پس می‌نویسیم تبدیل رمز پایان به رمز نوع آمینو اسید دیگر. تبدیل رمز پایان به رمز آمینو اسیدی دیگر. این هم از این. اوکیه. خب تو پاسخنامه‌اش گفته که حالا شاید ذهن شما فقط تو فاز جهش جانشینی باشه. میگه ما میتونیم اگه یه تغییر چارچوبی هم ایجاد کنیم که پایان رو بین ببره، یعنی میگه بنویسید تغییر چارچوب خواندن اتفاق بیفته، حالا پایانم جابجا بشه یا تغییر بکنه، میتونه طول افزایش پیدا کنه. پس با تغییر چارچوب هم ما امکان افزایش طول رو داریم. حالا ممکن امسال بگه چجوری کاهشش بدیم. زودتر از موعد مقرر میخوایم طول پلی‌پپتید رو کاهش بدیم، زودتر از اون جایی که باید تموم میکردش کدون پایان درست بشه، یعنی رمز یا آمینو اسید به رمز یکی از کدون‌های پایان تبدیل بشه که ما میگفتیم اسمش چیه؟ جهشش بی معنا هستش و طول رو کاهش داده. خب دلیل علمی میخواد. سال 13 در آزمایش مزلسون و اسال پس از سانتریفیوژ نمونه های دور دوم همانندسازی، دور دوم رو میگه، نمونه ها رو سانتریفیوژ کردیم، نواری در انتهای لوله دیگه مشاهده نشده. پس از نمونه های دور دوم چرا دیگه نواری در انتها نداشتیم؟ میگیم چون محیطمون محیط N14 بوده و همانندسازیمون هم نیمه حفاظتی بوده. پس همانندسازی نیمه حفاظتی در محیط دارای N14 یا نوکلئوتید سبک باعث شده که دیگه ما رشته یا مولکول سنگین ساخته نمی شود. حالا مولکول سنگین هم نداشته باشیم پس نواری هم در انتهای لوله نخواهیم داشت. بنابراین نیمی از دناها متوسط میشن، اون نیمه دیگه سبک میشن. می‌بینید چون سنگین نداریم پس نیمی سبک نیمی متوسط، پس میشه یه نوار وسط یه نوار بالا، دیگه پایین نداریم. به گل میمونی RW چرا صورتیه؟ چون رابطه بین علل ها توش به شکل چیه؟ بارزیت ناقصه و حد وسط دیده میشه، حد وسط قرمز و سفید. پس هم باید 25 صدم بارزیت ناقص رو بنویسید، یعنی بگید رابطه بارزیت ناقصه، هم بنویسید حد وسط قرمز و سفیده که داره به شکل صورتی دیده میشه، یعنی اون دوتا علل R و W. بعدی
میگه که در مهندسی بافت یاخته ماهیچه‌ای برای تولید بافت یا اندام مختلف استفاده نمیشه. چرا؟ چون در محیط کش یا کم تکثیر میشه. پس بچه کلمه محیط کشت رو بنویسید. حالا تو این محیط کشت یا تکثیرش کمه یا عدم تکثیره. پس در حالی که ما میدونستیم تو بحث مهندسی بافت و بحث سلولای بنیادی باید از سلولای استفاده بکنیم که قابلیت تقسیمشون زیاد باشه. تو ژن درمانی هم از لمفوسیتی استفاده کردن که قدرت تقسیم داشته باشه. اینو دقت کنید. پس به قدرت تقسیم فکر کنید. در مورد عوامل برهم زننده تعادل، اثرگذاری کدام عامل به اندازه جمعیت وابسته است؟ خب اندازه جمعیت همیشه وقتی میاد وسط آدم یاد رانش میفته که هر چه جمعیت کوچکتر باشه اثرش هم شدیدتره. رابطه عکس داره. فراوانی نسبی ژنوتیپ تو چه نوع آمیزشی تغییر میکنه؟ اگه غیر تصادفی باشه تعادل به هم میخوره دیگه. ما هم گفتیم تغییر فراوانی نسبی ژنوتیپ باعث به هم خوردن تعادل میشه. در حالی که شما میدونید اگه بخوایم تعادل رو حفظ کنیم باید فراوانی نسبی الل یا ژنوتیپ از نسلی به نسل بعد تغییر نکنه. اینو بهش میگفتیم تعادل. خب بعدی، در رابطه با تنفس یافته‌ای به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. در کدام مرحله تجزیه گلوکوز مولکول CO2 و NADH تولید می‌شود؟ خب هم CO2 گلیکولیز رو که بذار کنار، کلاً O2 CO2 نداره. ولی حالا اگه هم CO2 می‌خوایم هم NADH می‌خواد گفته کدام مراحل. دقت بکنید کامل بنویسیدش. وقتی مراحل رو میخواد هم شما اکسایش پیروات رو بگید، یعنی اون جایی که ما داریم بنیان استیل درست میکنیم، هم میتونید چرخه کربس رو بگید که میدونید جایی که C6 به C5 تبدیل میشه یا C5 به C4 تبدیل میشه یک واحد کربن کم شده و به شکل CO2 خارج شده. این هم چرخه کربس. بعدی، در زنجیره انتقال الکترون آنزیم ATP ساز بازم از اون سوتیاییه که مجبوریم به خاطر متن کتاب بپذیریم. یعنی بپذیریم آنزیم ATP ساز در زنجیره هست. با چه فرایند انتقالی داره از ATP رو درست میکنه از ADP و فسفات؟ میگیم با انتشار تحصیل شده که در مورد پروتونا داره اتفاق میفته. همون فرآیند رو میخواد می‌نویسی انتشار تحصیل شده. اوکی؟ اینم انتشار تحصیل شده. در زنجیره انتشار خالی بنویسی نمره نمیده. در زنجیره انتقال الکترون عامل افزایش دهنده غلظت هاش در فضای بین دو راکیزه چیه؟ فعالیت پمپ. حالا خود پمپ هم بنویسی نمره میده دیگه. فعالیت پمپ باعث افزایش هاش مثبت بین دو قشر یا اصطلاحاً کاهش pH و یا اسیدی شدنش میشه. چرا رادیکال آزاد به صورت به مولکول‌های سازنده یاخته و اجزاش حمله میکنه و تخریب میکنه؟ چون میخواد کمبود الکترونیشو جبران کنه. حالا از هر کی الکترون بگیره اون ماده ساختارش به هم میریزه. اگه مواد مهم سلول باشن سلول میمیره. پس برای جبران کمبود الکترونیش، حالا ما برای اینکه به بقیه چیزای ارزشمند سلول آسیب نزنه الکتروناشون رو نگیره، برای اینکه جلوگیری بکنیم چیکار میکنیم؟ میاریم یه پادوکسنده میاریم که اون کمبود الکترونای رادیکال آزاد رو تأمین کنه، مثل کاروتنوئید. پس برای جبران کمبود الکترونی خود. خب با توجه به نقش قشر درونی چین خورده بودنش چه ارزشی داره؟ سطح رو زیاد بکنه زنجیرهای بیشتری اتفاق میفته، ATP بیشتری هم تولید میشه. پس همیشه سطح زیاد واکنش بیشتر میشه. اینجا واکنشمون چیه؟ زنجیره. سطح زیاد میشه زنجیره انتقال الکترون زیاد میشه. بچه کامل بنویسید، من دارم خلاصه می‌نویسم، شما جمله بندی کنید. با افزایش سطح زنجیرهای بیشتری اتفاق میفته، در نتیجه ATP بیشتری هم تولید میشه. اینم از این. نمودار اثر CO2 رو داره بر گیاه ذرت نشون میده. میگه کدومشون برای ذرته؟ اونی که تو مقادیر کمتر CO2 کارو شروع کرده و تو CO2 زیر 70% میبینید که چقدر فعالیت فتوسنتزیش بالاتره. این یه گیاه زرنگیه که میتونه غلاف آوندیش رو عملا فعال نگه داره و روبیسکو رو همیشه مشغول به فتوسنتز نگه داره. پس این نمودار مربوط به گیاه C4 نمودار شماره 1 هستش. در غلظت بالای 80 کدوم بهتر حالا فتوسنتز میکنه؟ بالای 80 نمودار رو نگاه بکنیم میبینیم که گل رز که گیاه C3 هستش تو شرایط مساعدتر بهتر فتوسنتز رو انجام میده. کدومشون تنفس نوری رو داره
به ندرت توش اتفاق میفته. خب همونی که با تنفس نوری مقابله میکنه و فتوسنتز بهتری انجام میده دیگه میشه کی؟ میشه همون گیاه C4. نمودار شماره 1 هستش. شماره نمودار خاص شما نمودار رو بنویسید. بریم سوالات انتهایی. آنزیم روبیسکو 3 پیش ماده داره، 3 تاشو بنویسید. خب CO2 که مشخصه، O2 هم که مشخصه، اون یکی هم که ترکیب 5 کربن است، اسمشو کامل باید بنویسید. ریبولوز خالی کفایت نمیکنه. ریبولوز فسفات غلطه. ریبولوز 2 فسفاته یا بیس فسفات، هر کدوم بنویسید درسته. ریبولوز بیس فسفات. اینم از این. حالا قندش هم مشخص کنید که قنده دیگه. 18. همسانه سازی شناسایی دو جایگاه تشخیص توسط آنزیم برش دهنده کدوم مرحله است؟ و بنویسید مرحله جداسازی قطعه‌ای از دنا. مرحله جداسازی قطعه دنا. ما می‌خوایم قطعه دنا رو در بیاریم و بریم از محل جایگاه‌های تشخیص برش ایجاد کنیم به کمک آنزیم برش دهنده که این آنزیم برش دهنده جزء سامانه دفاعی باکتریه. بعدی استفاده از شوک الکتریکی با چه هدفیه؟ چرا شوک بدیم بهش؟ میخوایم دنای نوترکیب رو به میزبان وارد کنیم. وارد کردن، میخوایم منفذ ایجاد کنیم تو دیوارش. وارد کردن چه دنایی؟ باید بنویسید دنای نوترکیبی که درست کردیم وارد کردن دنای نوترکیب به چی؟ به یاخته میزبان. حالا بنویسید باکتری هم قبوله، ولی دقت کنید هر میزبانی لزوما باکتری نیست، میتونه مخمر باشه، میتونه جانور یا هر چیز دیگه ای باشه. تشکیل پیوند اشتراکی بین دو نوکلئیک اسید. حالا میخوایم پیوند اشتراکی درست کنیم تو مرحله همسانه سازی. یه ژن خارجی رو میخوایم بذاریم رو ناقل. اسم آنزیممون آنزیم لیگاز هستش. مرحلهش چی میشه بچه ها؟ میشه اتصال قطعه دنا به ناقل. اتصال دنا، حالا یا قطعه دنا به ناقل. خب نتیجهش چیه؟ بنویسید کامل. یا همون میشه ساخته دنای نو ترکیب. الان دیگه ترکیب جدیدی داره دیگه، قبلا این ژن خارجی ما رو نداشته، الان داره. خب میدونید که یه ژن دیگه هم که به طور طبیعی روی اون پلازمید یا ناقل ما وجود داره که ژن مقاومت به پادزیسته. ما نذاشتیمش، خود پلازمید اینو داره، بیشترشون دارن و این در جداسازی به ما کمک میکنه. جداسازی چی؟ سلول های تراژنی. ببین یه جداسازی قطعه دنا داریم، مرحله اوله. یه جداسازی سلولی که دی ان ای نوترکیب ما رو دریافت کرده، یعنی تراژن شده، اون مراحل انتهایی ماجراه. سال 19 مراحل فناوری نوین زیستی. ضد ویروسی اینترفرون با مهندسی پروتئین و اینترفرون طبیعی چه فرقی داره؟ مقایسهشون بکنید. باید بنویسی اونی که با مهندسی پروتئین ساخته شده فعالیت ضد ویروسیش به اندازه پروتئین طبیعی افزایش پیدا میکنه. دیگه چی؟ یک نمره داره ها. پس فعالیتش باید بنویسی زیاد میشه. به چه اندازه زیاد میشه؟ به اندازه اینترفرون طبیعی زیاد میشه، نه بیشتر از اون. اینترفرون طبیعی همین، فقط فعالیتش رو بگیم آقا؟ نه خیر، بگید پایداریش ولی بیشتر میشه. کلا تو اون سه تا پروتئینی که تو اون دو صفحه اومده، یعنی آمیلاز، اینترفرون و پلاسمید، پایداری چی میشه بچه‌ها؟ با مهندسی پروتئین افزایش پیدا میکنه. در تولید پروتئین انسانی با استفاده از دام تراژن. یاخته میزبان دیسک نوترکیب چیه؟ یعنی اون دیسکی که نوترکیب کردیم، همین الان گفتیم اون یاخته میزبان لزوما باکتری نیست، میتونه چیزای مختلف باشه. اینجا چی بودش؟ تخمک لقاح یافته باید در نظر بگیریم. حالا اون دام مورد نظر گاو، گوسفند، هر چی هستش. این هم شد پس تخمک لقاح یافته. فقط تخمک بنویسی نمره نمیده ها. پس الف نیم نمره داشتش، ب هم نیم نمره داشتش. هم باید تخمکش رو بنویسی، هم لقاح یافته بودنش رو. بریم سراغ رفتارشناسی، قسمت ساده کار، اما تو دام نیافتید. نقش پذیری. هدف اینه که تو دوره حساسه برای اینکه بقاش بالا بره و ما از این رفتار استفاده میکنیم برای چی؟ برای حفظ جانورانی که یا گونه هایی که در معرض انقراضن. آزمون و خطا. تجربه های گذشته هستش، اما چون خود جانور کار رو شروع میکنه به شکل تصادفی هم این کار رو شروع میکنه. عادی شدن به محرک تکراری که سود و زیان نداره پاسخ نمیده و حل مسئله آگاهانه به کمک تجربه های گذشتهش برای مشکل پیش رو یا برای شرایط جدید
برنامه ریزی میکنه، استدلال میکنه یا یه راه حلی رو کشف میکنه. خب محرک شرطی به تنهایی بتونه سبب پاسخ بشم چیه بچه ها؟ شرطی کلاسیک هستش. خود جونور کاری نمیکنه، ناخودآگاه واکنش و پاسخ توش اتفاق میفته با کلاسیک. 21 آخرین سوال. چرا جانور زمانی که در خطر شکار شدن یا آسیب دیدن قرار میگیره رفتار غذایابیش رو تغییر میده و به حالت آماده باش و گوش به زنگ غذایابی میکنه؟ میگه که رفتار توسط انتخاب طبیعی به گونه‌ای برگزیده شده. اینم باید بگید علاوه بر اون داستان محتوای انرژی یه داستان دیگه هم اهمیت داره. میگه که ما بیشترین انرژی خالص رو میخوایم اما در کم خطرترین شرایط ممکن. پس می‌نویسیم برگزیده شدن رفتار، یعنی رفتاری برگزیده شده و این داره احساس حالت آماده باش و گوش به زنگ داره. به این دلیل این رفتار برگزیده شده که موازنه باشه بین کسب بیشترین انرژی، ماکس انرژی، بیشترین انرژی و کمترین خطر ممکن. من در کلاس ها مثال میزنم، میگم فرض کن 2 تا راه داریم، یکیش میره به یه رستورانی که غذاش خیلی عالیه، خوشمزه، واقعا فوق العاده، بیشترین انرژی رو بهت میده، کباب مشتی، ولی تو این خیابون 2 تا قاتل میدونیم زندگی میکنن و چند نفر رو قبلا کشتن. خب عقل سلیم میگه که اینجا نری دیگه، درسته؟ راه دوم حالا میگه یه فلافل کثیفه و قیمت پایین، انرژی زیاد نداره، فقط سیر میکنه، اما مطمئنی که اونجا مثلا پلیس گشت میزنه و خطری نداره. البته حالا وارد یه سری بحثا نمیشم. خب کمترین خطر ممکن، اینم از این موازنه رو باید بنویسید. خسته نباشید بچه ها. مجموعه 9 ویدیویی ما مربوط به امتحان نهایی خرداد، شهریور و دیماه از سال 1400 تا 402 آرشیومون کامل شد، در یوتیوب قرار دادم براتون. کانال رو سابسکرایب کنید، کامنت و لایک فراموش نشه، خستگی منو در میبرید. و اینکه اگر احساس کردید سوالی دارید، ابهامی دارید، تو کامنت ها بپرسید. براتون آرزوی موفقیت دارم. مجددا آدرس کانال رو می‌نویسم: DR ایمان کیا. این برای یوتیوب هستش بچه ها. خب از لینک های یوتیوب میتونید استفاده کنید. وارد کانال تلگرام هم بشید که نمونه سوالای خوبی رو اونجا قرار دادم براتون. موفق باشید. خدا نگهدارتون.